سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز چهارشنبه 3 سپتامبر همراه شما. امروز ترمینال نوی معاصر فرودگاه دوشنبه را باز کردند. در مراسم افتتاح ترمینال رئیس جمهور امامعلی رحمان و دیپلمات‌های فرانسوی شرکت داشتند. برای این ترمینال که بنیاد آن سال 2009 شروع شد، حکومت فرانسه و تاجیکستان مبلغ گذاری کردند. 20 میلیون یورو که برای جانب تاجیکستان مقرر کرده بود، فرودگاه بین‌المللی دوشنبه پورا پرداخت کرد و جانب فرانسه نیز پورا این مبلغ ها را پرداخت کردند. یعنی که دست جمعانه همین ترمینال نوی فرودگاه دوشنبه به استفاده داده شد. ترمینال نو در یک ساعت میتواند به 500 مسافر خدمت رساند. ترمینال های فعلی فرودگاه دوشنبه که سالهای شوروی بنیاد شدند، موافق به طلبات های امروزه قبول و گسیل مسافران نیستند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفت که تاجیکستان یک شریک مهم کشورش در آسیای مرکزی است و دو طرف امکانات زیاده برای توسعه همکاری‌های اقتصادی دارند. حسن روحانی در این باره روز 2 سپتامبر هنگام پذیرفتن اعتمادنامه نعمت الله امامزاده سفیر تاجیکستان در تهران سخن گفت. حسن روحانی اظهار داشته است که ضمن سفرش در هفته آینده به دوشنبه با رهبران تاجیکستان اجرای سازشنامه‌های پیشین همکاری میان دو کشورها بررسی می‌کند. رئیس جمهور ایران روز 11 سپتامبر به دوشنبه می‌رود. بنا به گزارش‌های یک شهروند دیگر تاجیکستان در جنگ‌های سوریه کشته شده است. وبسایت‌های گروه افراطی دولت اسلامی نوشتند ابو عبدالرحمن تاجیکی که سال پیش با جنگجویان در سوریه پیوست در جنگ برای اشغال فرودگاه طبقه کشته شده است. عکس این جوان را در وبسایت‌های تندروان نشر کردند، ولی تصدیق این خبر از منابع دیگر به ما میسر نشد. خبری مرگ این جوان در شبکه‌های اجتماعی روز 28 اوگوست نشر شده است. بنا به گزارش‌ها تقریباً 200 جوان تاجیک با بهانه جهاد به صف گروه‌های تندرو پیوستند و در سوریه و عراق می‌جنگند. ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی در ولایت ختلان از رانندگان ولایت می‌خواهد هر گونه نوشته و آویزه‌های ماشین‌هایشان را که به حرکت نقلیات خلل می‌رسانند نیست کنند. کارمندان ریاست یک هفته باز است که برای برچیدن و پاکیزه کردن نوشتجات و شعارها عملیات می‌گذرانند و از جمله می‌گویند نوشتجات به مثل بسم الله، ماشاءالله، الله نباید در ماشین ها باشند، زیرا هنگام حرکت می توانند سبب کم توجهی به قاعده های حرکت در راه شوند. نه و من نوشتجات میدونی چیه؟ چی نوشتگیه؟ ماشاءالله. در بازرسی دولتی اتومبیلی ختلان به رادیو آزادی گفتند در یک هفته عملیات از ماشین های 199 راننده نوشتجات به گفته آنها به معنی را کندند. بعضی از رانندگان نام الله را در قفای ماشین می نویسند که به گفته مقامات بازرسی درست نیست. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم صفحه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن های همراه.